برای اینکه این اتفاق تغییر بکنه و یک تحول کیفی بشه تو موضوع تحقیق راجع به آیین زرتشتی و دین زرتشتی، فکر میکنید که ایرانی های مسلمون چه نوع ارتباطی باید با زرتشتی ها برقرار کنن؟ ارتباط محققانه که هر دو بتونن جواب دنیا رو در مورد تمدن ایران بدن. تنها راه پیشرفت ایران از طریق همین ایرانیان مسلمان هست که در پژوهش بی غرض دانش و علمشون رو پیاده کنن. الان بدبختی اینه که نمیدونن. ایرانی مسلمون کم زرتشتی رو میشناسه، تاریخ پیش از اسلامش هم نمیدونه. بدبختانه مش دروغ و نوشته های اشتباهی در کتاب های ما هست، کتاب های درسی ما از دبستان تا دانشگاه. دارن میگن هر چی که به سر ایران آمد 1400 سال پیش تقصیر خود زرتشتی‌ها و اون رژیم اون دوران بوده که اینم دلیل نمیشه، چون هر رژیمی بالاخره یه روزی میفته، در یه جنگی پیروز نیست و یه گروه دیگه میان سر کار. ولی اینو باید بدونیم که تا روزی که این ایرانیای مسلمان دانشمند ایران تاریخ خودشونو نشناسن، گمان نکنم ما 4 تا زرتشتی بتونیم با صداهای کم صدامون داد بزنیم، خواهش کنیم، تمنا که آقا ما آدمی، ما فلسفه داشتیم. و کسی که تاریخچه خودش و ریشه های خودش رو قبول نکنه، آیندهش هم به نظر من جالب نیست. اما مسلمانای ایرانی زیادی داشتیم و داریم که دانشمند و ایران دوست و فهمیده بودن و هستند. الان پور داوود یکی از اشخاصی هست که میشه نام برد چطور دانشمندان ما رو اون زنده کرد و جلو انداخت. الان دیگران هم هستن. آقای دکتر وفاداری، خواهش میکنم درباره کمک هایی که در 100 سال اخیر به زرتشتی ها شده، چه از طرف خود زرتشتی ها و چه خارج از ایران، یه توضیحاتی برای ما بدید. متشکرم. همینطور که داشتیم میگفتیم، دانشمندان بزرگی مثل پور داوود این 50-60 سال اخیر، حتی ایشون از 70 خورده سال پیش کارهای خیلی بزرگی کردن که این دانش ایران باستان و زرتشت شناسی رو یه خود زنده کردن. این دیه‌ای که از ما میگرفتن، این مالیات خیلی مشکلی که باعث میشد که خیلی از زرتشتیان میرفتن مسلمون میشدن که این پولا رو ندن یا فشاریه، اینا رو یه خود راحت میکردن. بعد رژیم پهلوی که آمد سر کار با رضا شاه و بعد اون محمد رضا شاه پسرش، اینا با ما کاری نداشتن. اون فشارهای دوران قاجار و پیش از اون دیگه نه تنها کم شد، ولی تقریبا میشه گفت که به اندازه برکنار شد که خیلی از زرتشتی‌ها از دهات یزد و کرمان آمدن شهرنشین شدن در این دو شهر بزرگ یا و شهرهای دیگه، و پس از اونم به تهران هم حتی اجازه داشتن که بیان و در کارهای دولتی و آموزش پرورش و خیلی جایی، حتی در ارتش و این چیزا، تیمسار و از این حرفش. این حقوق که به خصوص حقوق بشر که الان همه راجبش گفتگو میکنن، طبعا در ایران خب برای اقلیت‌ها کم بوده، اینه که نمیشه برعکسشو گفت. با وجود اینی که یه سری قوانین اسلامی همیشه بوده که این اصلا قوانین برای دفاع از حقوق این اقلیت‌ها هستن، ولی با تمام کتاب‌هایی که از بین بردن 1400 سال پیش و این مالیات‌های خیلی سخت و زیادی و این ازدواجی که با مسلمون یا اقلیت اگه بکنه خود به خود مسلمون میشه و نمیتونه برعکس اون شخص وارد دین اقلیت بشه، این فشارهایی هست که به نظر من از حق یک اقلیت کم میشه. حالا باید دید که اصلا در این 20 سال انقلاب چطور این حق حقوق اقلیت‌ها به خصوص زرتشتی‌ها بیشتر شده، کمتر شده، راضی هستیم نیست. اقلیت مذهبی یا دینی اصلا در خود اون تعریف اون جمهوری یک قدم از حق حقوقش عقب‌تره، چون تنها ایرانی که 100% به حق حقوقش میتونه برسه باید یک مسلمان باشه. این
جزء قانون این مملکته. یک زرتشتی یا یک مسیحی نمیتونه رئیس یک وزارتخونه باشه یا حتی رئیس یک بخشی باشه. اینم خب درسته، چون مکتبشون فرق میکنه، دیدشون فرق میکنه، خود به خود یه تضادی به وجود میاد بین اون شخص اقلیت و اون رژیم مذهبی که در این شرایط اسلامه. اینجا شکایت ما نمی کنیم، برای اینکه خب سیستم زندگی میکنیم. الان خیلی از جوونا دارن میرن. البته شاید گفته بشه که خیلی از مسلمانان میخوان برن، ولی کلاً تعداد ما اینقدر کمه که این به صفر هم شاید برسیم. 1000 سال پیش خیلی رفتن هندوستان و از 100 سال پیش هم که گفتم اینا برگشتن سازندگی. اما امروزه ما نباید یک جوی رو به وجود بیاریم که این بچه‌های ما برن از ایران. حالا چراشو باید پیدا کنیم. بفرمایید این در مورد آخرین بند ببینید در این بند همین یکم که سخن از روان آفرینش شد، این بند رو اوستاشناسان اروپایی غربی برگرداندن روان گاو. این اوستایش گوش اورواست، ترجمهش کردن روان گاو. و در هات 29 هم که متن این است: گور اوروا خشمعی بیا گرجدا، روان جهان به شما گله می‌دارد. اینجا هم شده روان گاو به اهورامزدا گله می‌داره که شبان من اذیت میکنه و این کتاب بزرگ شده است شرح حال گاوی گاونامه شده و زردشت آمده است که این ستم را از گاو بردارد و شبان به گاو ستم نکند. بدبختانه ما گرفتار این کژگویی ها و نادرستگویی ها هستیم. نمونهش آقای ویلدوران در تاریخ خط تمدن شما بخوانید می‌نویسد ایرانیان هیچ نقشی در فرهنگ جهان نداشتند. ایرانیان شعر نداشتند و با مرگ خونیاگران شعر هم در ایران به پایان رسید. ما ایرانیان برخلاف گذشته که گمان می‌کردیم هر چه اروپایی بگن برای ما سنده، باید گفته های آنها را، غربیان را، خود ما ارزیابی بکنیم، نادرستگوییش رو روشن بکنیم و خود ما درباره تاریخ خود ما سخنان درست بگوییم. این سخن آخر من است.